بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صدقه فطر به حساب امروزه چه مقدار است؟ مقدار صدقه فطر موافق مذهب امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه نیم ساع از گندم، از خرما، جو و مویز باشد 1 ساع است. دلیل این گفته ها این است که حضرت عبدالله ابن ثعلبه خوشنی میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم اول روز ماه مبارک رمضان برای ما خطبه خواندند و فرمودند از هر شخص آزاد، غلام، خردسال، کلانسال، مرد و زن نیم پیمانه از گندم یا 1 پیمانه از خرما یا 1 پیمانه از جو بپردازه. 1 پیمانه موافق مذهب امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه به حساب امروزه برابر به 3 کیلو و 250 گرم است. پس به حساب وزنهای امروزه از گندم برای 1 نفر 1 کیلو و 625 گرم پرداخت میکند صدقه فطر، ولی احتیاطاً اگر 2 کیلو بدهد این بهتر و خوبتر است. از جو، خرما و مویز باشد 2 برابر آن میتید، یعنی 3 کیلو و 250 گرم. بعضی از علما 1 پیمانه را 1 ساع را برابر به 3 کیلو و 800 گرم معین کردگی هستند. پس صدقه فطر برای کسایی که شرایطشان کم بضاعت‌تر هست از گندم پرداخت میکنن، یعنی 1 کیلو و 625 گرم گندم پرداخت میکنن، و کسایی که شرایطشون خوبتر هست، غنی هستن، ثروتمند هستن، از مویز حساب میکنن، یعنی 3 کیلو و 250 گرم مویز پرداخت میکنن.